حالا دیگه سلطانه حالا ширкати софсавдо дороҳоеро пешниҳод мекунад ки барои бемориҳои дарунӣ ва берунии инсон даво бахшанд. Аз қабили фишорбаландӣ, гаймарит, бемориҳои меъда, рӯда, гурда, ҷигар, узвҳои ҳозима, дарди гулӯ, роҳи нафас ва ғайра. Инчунин агар шумо бемориҳои пӯст доред, ба монанди псориаз, сафедшавии пӯст, доғҳои сиёҳ, пас дороҳои софсавдо ба шумо кӯмак мерасонанд. ғайр аз ин, агар шумо мушкилоти урологию гинекологӣ дошта бошед, пас ба ширкати софсавдо муроҷиат намоед ва инчунин машварати тиббӣ бигиред. ҳамчунон барои зиёд кардани риш ва мӯи сар, ба қувват кардани мардонагӣ, дороҳоеро бо намуди капсула ва равғане ки ба сатҳо дард даво дорад пешниҳод менамояд. барои фарбеҳ ё хароб шудан дороҳои БЦА, протеин ва генерҳои софсавдо айни муддаоянд. бурда расондан ба ҳама шаҳрҳои Русия дар муддати 3-5 соат. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. саҳифаи мо дар TikTok sofsavdo.tjk. агар аз номи нурангез филм муроҷиат намоед, ба шумо тахфиф карда мешавад. ترس هیچ وقت مانع مرگ شدن نمیتونه. چطور از خاله جان؟ چقدر زود خلاص کردی دختریم؟ تمام شب بیدار بودم. گفتم فردا صبح دادگاه است. خواستم تمامش کنم. بسیار مقبول است. بسیار زحمت کشیدی. به نظر شما دی دکمه بشانم خاله جان یا که کلفت؟ اگه کلف بشانی بهتر است. خوش یوسف خان خواهد آمد. کاری را که برات میگم تو انجام بده. خب درست است خاله. من در اتاقم هستم. میشه مرا همینجا پایین کنی؟ درست است. بازم بسیار تشکر. با امید دیدار. خداحافظ. با امید دیدار. خداحافظ. اوف اوف. بله. پیشتر چرا جواب ندادی؟ پیش مادرم بودم. حالا خود جواب دادم. خوب درست است. چطور هستی؟ اوضاع چطور است؟ چطور باشه دیگه؟ خودت خود میفهمی. ما از یک گپ خبر شده. من سر شک دارم، نمیفهمم که واقعا منظور از این گپا چی است؟ فردا روز ملاقات است. بیا که یک بار از نزدیک ببینیم. خب نمیفهمم. یعنی چی که نمیفهمی؟ برات میگم بیا دیگه. برات یک گپ بسیار مهمه میگم. چی گپ شده جنید؟ امیاله بگو. در تلفن گفته نمیشه. باید با هم روبرو گپ بزنیم. وقت بشنوی تو هم تعجب میکنی. راستش بسیار وقت میشه که میخوایم تو را ببینم. از اون خانه دیگه برآمدیم. میفهمم، خبر شدم. از کجا خبر شدی؟ ایره فکر نکن که من در زندان هستم. هر اتفاقی که بیفته بسیار زود خبر میشه. خوب است. پس اینا میفهمی که مادرم تنها مونده نمیتونم، به خاطری که بسیار مریض است. از این خاطر هر چی میخوایی بگویی لطفاً در موبایل برام بگو. درست است؟ ما فهمیدم که کی گزارش داده. هوا کی گزارش داده؟ ما خبرت گفته بودم که بالاخره حتما پیدایش میکنم. بیبی آخر پیدایش کردم. کی کار کرده؟ وقت آمدی باز با چشمای سیل کده. ایره برات میگم خانم هوا. ببینم که عکس العمل تو چی خواد بود. درست است. روز ملاقات چی وقت است؟ یک رای به دیدنت پیدا خواد کردم. اصلا نباشه آقا بنیامین. شهردار صاحب، آفتاب از کدام طرف برآمده؟ بفرمایین بشینین. زنده باشین. بازار رفته بودم، باز خواستم یک دفعه اینجا بیایم و دکان جدیدتون براتون تبریک بگویم. چای قهوه چی اشتها دارین؟ هر چی که باشه. بچم 2 دانه قهوه شیرین بیار. عجله کو دیگه. حالا که آمدیم یک گپ ازت میپرسم. بفرمایین. شما خود سلطانه خاله را میشناسین نه؟ مقصدت همون خانم ترگد رحمتی از هموتان است؟ ها. او یک خواهرزاده داره به نام هوا. یک وقت پیش تو کار میکرد، همونطور است؟ کاش که کار نمیکرد. چرا؟ خیریت باشه.
کدام گپ شده بود؟ بچه مرا کاملا دماش خود گرفته بود. بسیار کوشش کردم که ازش نجات پیدا کنیم، اما او دختر که لغمه چربی را پیدا کرده بود رها کردنی ما نبود. میخواست خود سر ما تب کنه. رمزی رمزی رشید تو هستی؟ از اینجا تیر میشدم گفتم یک دفعه تارم ببینم. خوب کردی بیادر. ما هم دیگه پیر شدیم، از بکاری اینجا افتیدیم. بیا بیشی. تو آدمی نیستی که به مقصد جایی بری. خیرت باشه کدام اتفاق افتیده؟ امروز هوا با مزرعه آمده بود. از اسب سواری خوشش آمد؟ فقط دیگه بخونه سمراش یوسف خانم آمده بود. گفته بود که برش اسب سواری را یاد میتم. وانه با وعدش وفا کرد. دیدی که چطور یادش میته؟ گپ مرا قطع نکو، خوب گوش کو. یوسف خان رئیسم است. تا امروز آب نمکش خوردیم کدام بدی ازش ندیده، اما هوام دختر تو هست. ما در بین شما دو نفر ماندیم. با صدای وجدان خود گوش داده پیش تو آمدیم رمزی. تو میخوایی چی بگویی؟ واضح گپ بزن. یوسف خان یک آدم خوش برخورد و کمی خوشگذران هم است. هرچی باشه مجرد است دیگه. تا امروز دختره زیادتر آورده، دختره ترک، دختره خارجی، همراهش وقت خود سپری کرده. اما این مربوط من نمیشد که کی هستن و چی میکردن، ولی این موضوع فرق میکنه. با ماجی که همراه دختره وقت خودت تیر کرده. تو میخوایی چی بگویی؟ واضح بگو. چطور برات بگویم؟ ما یوسف خان و آواره وقتی دیدم که یک دیگه خودم میبوسیدن. تو چی گفتی؟ صبر کوی قسم هیجانی نشو گوش کو. اگه بفهمم که روی او با آوا از دیگه دخترها فرق نمیکنه با ساده خدا نمیکشم، اما میترسم که یوسف خان هوا دخترت فریب نته رمزی. اگه هوا با او دل بسته کنه باز پشیمان میشه. از همین خاطر آمده قسم برش بفهمان که نفهمم ما چیزی گفتیم. آمده بودم فقط همی گپا برات بگویم. زنده باشی رشید بیادر، زنده باشی. ما بعد از این متوجه می باشم. درست است بیادر. تو هستی دختر؟ اوف. فکر کردم خانم حمیده است. بعد از شنیدن گپای من حتما خواهد گفتی که کاش که او می بود. از برای خدا باز گپ دراز نساز، بگو. جونیت زنگ زده بود. او خبر شده کی گزارش داده بود؟ کی گزارش داده هوا؟ مام نمیفهمم کی گزارش داده. پیشش میرم ازش پرسان میکنم. حالا بیا دیگه از این نوده پیوند کن. باید تمام مشکلات های امروز سر ما بیایه؟ نه که کدام اتفاق دگام افتیده؟ نتیجه دیگه نیامده. راست میگین؟ نتیجه چی بود؟ بلیاز خدا یک چیزی بگوین. طفل از یوسف نیست. این کار هیچ به تو نمیزیبید خانم حمیده. خیاطی که 40 سال میشه به ما خدمت میکنه، فقط یک اشتباه که در قیامت خونه شده. این قسم نمیشه یولماس خان. هر کس باید متوجه کار خود باشه و کارش به بهترین شکلش انجام بده. او بیچاره خو خزن او کار نکده خانم. باز تو خو یک قسم موضوعات جدی نمیگرفتی. چی باید شده که قدر بی‌حوصله شدی؟ چی بفهمم یولماس خان. از یک طرف خو این موضوع نامزدی منور و از طرف دیگه ای گپای حق و ناق پشت سر هم اتفاق میفتن. آدم عقلش از دست میده. اینجا کلونیا است؟ بله. بازش کو.
برم بتی کمی به دستایم بریز. انگشترم انگشترم افتید. آی نگینش نیست. یک دقیقه جانم صبر کو، پیدایش میکنیم. درست است. اون چرا بیبی، اون چرا بیبی؟ اون طرف شو بان که من یک دفعه ببینم. همینجا افتید، همینجا. اینجا نیست، حتما کدوم طرف دیگه افتاده. ده اینجا نیست. باش که خوب ببینم. اما اینجا افتاد. یک دفعه خوب بپالش، اون طرف هم سیل کو. میبینم دیگه. های خدایا، های خدایا. ده اینجام نیست. شما چی میکنین؟ کارای مادرت از دیگه چی کنیم؟ نگینی انگشترم افتاد یوسف. همی است مادر. خدا را هزار بار شکر، زنده باشی. ایش نمیفهم که تا اونجا چطور رسید. درست از دیگه مادر پیدا شد. یه قسم نگو بچیم، این انگشتر به من بسیار ارزش داره. این یادگار مرحومه خوشویم است. درست از بازرگری میبرمش، از سابقش کده محکم تر جورش میکنه. شما گزارش به من بتین. یک دوست مکتبم است، این نزدیکا دکان فتوکپی داره. پیش اون میرم میبینم که اگه بتونه در گزارش کمی تغییرات بیاره. به نظر من خواهی ضرور نیست، اما میخوایم شما راحت شوین خاله. منظورت از دیگه چیست؟ یعنی شما منظور من نمیفهمین؟ من قلب یوسف رو بدست آوردیم خاله. دیگه به این بازیای پیش پا افتاده ضرورت نیست. او به محض به خودت توفه داده. دختریم، یک اسب به یوسف خاجی اغلو چی معلوم میشه؟ تو هیچ نمیفهمی که به دخترها چی توفه داده؟ تو بالای او قدر اطمینان نداشته باش. اما این کار باید به خاطر انجام بدیم که توپراک حداقل از اینجا جای نره. چرا از اینجا نره؟ بودنش اینجا به من کدام فایده‌ای داره؟ وقت من برات میگم پس بدون چون و چرا انجام بده. نگفته بودی هر گپ مرا قبول میکنی ها؟ ما و تو همدست نبودیم؟ اما نه، با دیدن یوسف خانجی اغلو بسیار هوایی شدی خانم هوا. لوده نشو دختر، لوده نشو. اگه کدام وقت همراه یوسف دیده نتانی باز ده اینجا به بسیار سهولت دیدن میتونی. میگه که خواهرت مریض است، با دیدنش میایی. همه چیز قسم باقی نمیمونه، فهمیدی خانم هوا؟ درست از گزارش برم بتین. این مشکل حل بساز که فکر کنن طفل از یوسف است، او را از خود فکر کنن. توپراکم اینجا باید باشه. درست از خاله جان، فهمیدم، درست است. بسیار لو دستی دختر. من خو فقط در مورد تو فکر نمی کنم. خاله آله ببینین چطور شد؟ بسیار مقبول است توپراک. دستای درد نبینه. به نظرتان یخنش چه قسم ببافم؟ یخنش قسم ساده بباف، به خاطر که از قسم یخن خوشش میاد. درست از همیال میبافم. دختر مقبول و حرف شنوه من. تو با این روی تاج سر همگی و سلطان قصرها میشی توپراک. تشکر بسیار زیاد. خدا آن برکت بده. خسته نباشی عادل. آقا محمد، نه که به خاطر تبلیغات به دکان ما آمدی چطور؟ نه بچهش، زیاد وقت میشد نامده بودم، خواستم بیایم حوالت بپرسم. خوش آمدی. خوش باشی. کار بار چطور است؟ خدا را شکر. بیشتر پیش آقا بنیامین رفته بودم، هیچ مزهش نبود. از خاطر بچهش. فکر کنم دوست نزدیک تو هم است. هرچند که من سر بچهش قار هستم. چرا؟ کدام اشتباهی کرده؟ پیش از اینکه زندانی شب یک شب به خانه ما آمده بود. هیچ نفهمیدم مشکلش چی بود. بی‌هدرناک بالای او قهر شدی. معشوقش در خانه شما کار میکرد. وقتی که جونیت اونجا رفته اجازه ندادن که او رو ببینه. از همین خاطر او شب کمی عصبانی شده بوده. از نادانی او کار انجام داده. اگر جونیت بچه خوبی است. معشوقش کی است؟ او دختره که نامش هواست. معشوقش است. واقعا. سلام علیکم. علیکم السلام. سلام. خیریت باشه بچه کاکا. انگشتر مادر ما آوردیم. عادل،
مادرم این انگشترش بسیار خوش داره. نگینی یفتیده. یک پالششم بکو. فردا آمده ازت میگیرم. درست است. براتون جورش میکنم یوسف خان. محمد اگه وقت داری با هم یک چای بنوشیم. وقت دارم بچه کاکا. درست است. خداحافظ عادل. روز بخیر عادل. روز بخیر. فردا پیشت میایم. درست است، باز میبینیم. سلام کاکا جان. بچه یک دقیقه صبر کن. معلوم است تو میخوایی چه کنی؟ تو گپ زدن تا یاد نداری. باز رفتی به خانم حمیده کل چیز گفتی؟ چرا گپ پنهان کنم کاکا؟ باید بفهمن که او چه قسم یک انسان است. ای که مانی بدبختی یک دختر شام بعد است. بچم اگه بمب پیش از وقت انفجار بتیم خود ما رو افگار میکنه. باید منتظر باشه. ما هم نمیخوایم یک گپا را پنهان کنم، اما حال وقتش نبود. پس چه وقت باید میگفتم کاکا؟ در روز نکاح؟ بچم باید به بزرگاه اعتماد داشته باشیم. همراه مادرت گپ زدم، او هم گفت که باید کمی دیگه هم صبر کنیم. دیگه مادرم هم دخیل نسازین. تمامی بلا هست خاطر رو سر ما آمد. گفت که چوب باشو گپ نزن. ما به او گوش کردم. بیبی چی شد؟ شما هم لطفاً مانیم نشین کاکا. انشالله حلوایی را که پخته کردیم خانم حمیده خوشش بیایه. بله خیاش نه. یاز نه؟ بچه به خانه آمد. همراش گپ زدی؟ چی میگه؟ قبول کرد که چوب باشه و چیز نگویه؟ هرچه که گفتم فایده نکرد. گفت که مادر من فریب میده و دیگه به گپاش گوش نمیکنم. من دیگه چی کنم خیاش نه؟ درست است یازنا جان، درست است. برش اجازه نده که از خانه بیرون شوه. اگر لازم بود دروازه را قفل کن تا که من بیایم. درست است؟ خداحافظ. درست است. توبه استغفرالله. ای نه، این کارتان هم حل شد خانم سلطانه. بگیرین سیل کنین. چرا ایره بیرق واری تکان داده آوردی؟ در دسکارت میموند اگه کسی میدید؟ شما چرا قد تشویش دارین؟ اینجا خو کسی نیست. چوب باش، دیوالا گوش دارن. خب بگو چی کردی؟ صحیح جورش کردی؟ دی نوشته شده که او طفل از یوسف است؟ کاملا همین قسم نوشته شده. هوا لاشایره که از خود به جای مانده ما آیسته بوش دوا پخش میشه. باید پیش از گیر آمدن این موضوع رو خلاص کنیم. از همین خاطر بدون به جای ماندن کدام لاشه با تنهایی کار خلاص کردم. چطور دانستی؟ پیش دوستم رفتم، گفتم پارچه نامرات همسایه ما رو تبدیل میکنم. او هم برام یاد داد. ما گزارش جور کردم و بدونی که از چیز خبر شود دوباره چاپش کردم. دختر جان چرا دوباره چاپش کردی؟ خاله وقت نمیفهمین پس لطفا اینقدر گپ نزنین دیگه. گفتم که من کار خلاص کردم و من باور داشته باشین. مشکل اصلی شده همه تو نیست؟ کسی خوشک نخواد که همه تو نیست؟ خاله بیخی مغز من خوردین. براتون گفتم که هیچ کس خبر نمیشه. دی خانه تا حال کسی گزارش دیده یا نی؟ هیچ کس. خب پس از کجا بفهمن که ساختگیست؟ دخترم نمیفهمم برای چی بگویم. تا حال این قسم عقلوش ندیده بودم. البته که ندیدین. حالا پیش توپراک میرم. باز پیش از اینکه کسی مرا ببینه از اینجا میرم. خب بچه کاکا چی میخواستی بگویی؟ در یک خانه زندگی میکنیم اما همدیگر نمیبینیم. تو بسیار مصروف میباشی بچه کاکا. غیر از کارهای دفتر سرگرمی دیگه تام از باغچه اسب سواری. محمد درست است که ما با هم جور نمیاییم اما لطفا دیگه ای قسم با کنایه گپ نزن. ما خود چیزی نگفتیم بچه کاکا. درست است که عادات ما فرق میکنه اما خون ما یکی است. با مشکلات باید یک جای مقابله کنیم. فکر کردم که در رابطه با مسئله اخیر همراه تو حق تلفی نکرده باشم. خب نتیجه؟ خب تو هم میخوایی که به یک جایی برسی. آرزوها داری و من فکر میکنم که مانع تو میشم. اما من مخالف کاری هستم که انتخاب کردی. ما کمی تحقیق کردم محمد. چیزی که تو میخوایی یک مرکز خرید و فروش نیست، یک وسیله به خاطر اتحاد بین مارکت هست. نفهمیدم. اتحاد بین مارکت ها؟ ما تصمیم داریم یک اتحادیه بین مارکت ها بسازیم.
چیزی که همه ضرورت دارن و تو هم رئیس عمومی می باشی. چطور است که بعدی در بازار پلاستیک فروشی کنم ها؟ یا مالا رو انتقال بدم یا برم در انبار کار کنم؟ نه که تو سر مرشخند میزنی یوسف. رئیس کارخانه بزرگ شراب و باغای انگور تو باشی و ما در اینجا با کارهای مارکت مشغول باشم. همین میخوایی نه؟ محمد، راه حل خوبی پیشنهاد کردی یوسف، اما زنده باشی. ما ایره نمیخوایم. محمد، خوش آمدین. سلام دخترم. پنار سلطانه خانه است؟ بردارم میشویه خانم. خوب است. برش بگو که به اتاق ما بیایه. با منورم بگو که چند دقیقه بعدم روی اوم گپ میزنم. باز برو یک قوه به یلماز خان آماده کو. درست است خانم. مرا کار داشتن خانم. تو چه قسم یک بازی رو برانداختی سلطانه؟ خانم حمیده ای گپ دیگه از کجا شد؟ بچه تو از اینجا رفته بود. وقتی از خانه بیرون شدم دیدم تو پشت دروازه است. باز اصرار میکنه که گپ میزنم. به خدا من هیچ از آمدنش خبر ندارم. دیروز هرچی برش زنگ زدم جواب نداد. در موتر سوار شده آمده، وقتی همراه شما گپ زده نتانست، باز زود پیش خالش رفته. سلطانه تو برم نگفته بودی که امین دیگه پای خدا به این خانه نمیمانه؟ چطور امکان داره ها؟ چطور امکان داره که گپای مرا نادیده گرفته باشه؟ باز چطور جرأت کرده که تو اینجا بیایه ها؟ به خدا ما هم نمیفهمم. ما هنوز در این مورد همراش گپ نزدیم. امشب رفته همراش گپ میزنم، برش میگم که بیایه شما معذرت بخوایه. بله گپ بزن. گپ بزن که ببینم کدام موضوع مهم بوده که میخواسته به ما بگویه. حتما معذرت میخواسته خانم. دیگه چی بوده میتونه؟ شما خورم میشناسن، یادتش هست همراه هیچ کسی قرار بوده نمیتونه. حتما جگر خونه است و خواسته که دستانه ببوسه و ازتان معذرت بخوایه. تو از کجا میفهمی؟ تو خود گفتی که همراهش هیچ گپ نزدی. یک مادر اولاد خودم میشناسه. باز دختر شما خانمزاد شده. گپ دیگه خلاص است. او امیره میفهمه. درست است. درست است. بیبی سلطانه، ای آخرین اخطارم است. اگه بار دیگه ای تکرار شوه باز تنها امین نه بلکه تو هم لباسایت جمع کده از این خانه خود رفتی. گپ ما فهمیدی؟ حالا دیگه بیرون شو. مادر جان؟ جانم خوش آمدی یک دانیم. خوش آمدی. مرا کار داشتین که خواسته بودین؟ بیا که با هم کم گپ بزنیم. کدام گپ شده مادر جان؟ نه دختر گلم، هیچ گپ نیست. فقط امرای پدرت بیشتر گپ زدم. کم پریشان است. ای که چی وقت نامزادی تو چه قسم برگزار شود می مورد فکر میکنه. خود اگه پیر شده زیاد هیجان تحمل کردن نمیتونه. تو نیست میخوای زودتر مراسم انجام شوه. ما هم گفتم باشه یک دفعه از تو پرسان کنم. یعنی تصمیم به دست خودت است. نظر تو چی از دخترم؟ مراسم نامزدی رو برگزار کنیم؟ خب هر قسم که شما خواسته باشین مادر جان. دختر یک دانه من، دختر هوشیار و فهمیده من. درست است. آخر هفته مراسم برگزار میکنیم. قدر زود مادر؟ اما پدرت میره میخواه دخترم. درست است مادر جان، هر قسم که شما میخواین. کل چیز بسیار خوب خواهد شد دخترم، بسیار خوب میشه. به ما باور کن. بس از دیگه
خاموشش که گوشم کر شد. هیچ برام حوصله نموندی. تو کجا بودی پدر؟ بسیار وقت میشه که آمادیم. تو خبر نداری؟ اتفاق بدی افتیده خبر داری؟ بله. اگر رشیده میگه بعد از اینکه تو رفتی اینجا آمد و گفت که متوجه در تو مورد باشم. او گپ نمیزنم. جانت مرا به ملاقات خواسته پدر. در مورد او احمق گپ نزن. پدر ما باید اونجا برم. به خاطر چی؟ او خبر شده که کی به پلیس گزارش داده. زنده باشی دخترم. نوش جانتان پدر جان. به آقا احمدشانم زنگ زدم یلماز خان اینجا میاین. اگه بفهمی که اونا چقدر خوش شدن. انگشتر مرا چی کدی؟ ها تا فردا آماده میشه مادر. خوب است. یوسف بچیم. امروز همراه مادرت گپ زدیم. محفل نامزدی را آخر هفته میگیریم. راست میگین؟ آمادگی را گرفته میتونیم. تو دربارش تشویش نکو بچیم. بی از او اقدر مراسم کلان نمیگیریم. در بین دوستان نزدیک تجلیلش میکنیم. خب درست است. یوسف خان ای به شما آمده. ای چی است؟ نتیجه آزمایش است. آی خدای من. خانم فشارتان پایین میره، آرام باشید. خانم آرام باش. یک از زود خطا نشو. بلکه یک بار نتیجه را خوب خانم. بازش کو بچیم دیگه. بازش کو که قلبم استاد میشه. توران خانجی اغلوس. او طفل ماست. خدای هزار بار شکر. یلماز خان فکرش کو توران نواسی خود ماست، نواسی خود ماست. چشمایت روشن بیادر، پدر کلان شدی. زنده باشی، زنده باشی. جانم مادر. بسیار خوش شدم یوسف جان، بسیار خوش شدم. البته اگه از عروس خودم می بود وقت بسیار خوب می شد، اما به هر صورت یا اولین نواسیم است. بچه مقبول یک دانی من خو خواب نگرفتنی؟ توپراک داخل آمده میتونم؟ البته. چطور است؟ خوب است؟ ماشاءالله بسیار خوب و سر حال است. روز به روز نام خدا بزرگ میشه. گفت که صبح یک جایی دیگه میره. دیدم که تمام لباساش برش کوتاه شده. حتما مثل شما قدش بلند خواهد شد. حتما. میتونم بغل بگیرمش؟ البته، چرا نی؟ بچه بچه یوسف خان نیک نتیجه معاینات آمده. من بسیار خوش شدم، هم به خاطر شما و هم به خاطر توران. نمیفهمم که شما چی میخواستین، اما توران یک طفل بسیار شیرین است. با ما فرق نمیکرد. هرچی تقدیر بخواه همو را قبول دارم.
میبندم این دو چشم را، میبندم این دو چشم را، در این غروب سرد عشق، در این غروب سرد. تو چند دقیقه صبر کن خواهش نه، من بچه ده بهشت روان میکنم. خوش آمدین خاله جان. خسته نباشی خانم هوا. بفرمایین بشینین. خب کدام پیشرفت وجود داره؟ از وقتی که جدا شدیم تا حال زنگ نزده. اون موبایلش همیشه همراهش میباشم ما تا هنوز بر زنگ نزده. چند دقیقه پیش برشان نتیجه را دادم. خب چی گفتن؟ یوسف گفت که طفل از ماست و دیگه هیچ چیزی نگفت، اما کاش که یک دفعه چهرهش میدیدی. اقدر خواستان نیست دختر. باور این دفعه درک کرد که پدر شده. آی پس وقتش رسیده که برای خود خانواده تشکیل بده. وای وای وای، تو بسیار بلند پروازی میکنی دختر. گفتم که عاشق من شده، چرا نمیفهمین خاله جان؟ بخیزین که به اتاق بریم. آهنگی که برام داده براتون میمونم گوش کنین. چه قسم آهنگ است؟ میگه که آتش یک عشق در قلب موج میزنه. یه قسم عشق گفته یک دفعه نشه که تو را فریب بده دختر. نه ایتو نیست خاله، من میفهمم که عاشقم شده، او قصد فریب من نداره. در مورد جونیت هم تو میگفتی. چرا آمدی مادر؟ دختر میشه ما رو تنابونی؟ چرا نیایم بچیم؟ پشت دق شدیم، خواستم که یک دفعه ببینمت. حتما به این خاطر آمدی که بپرسی چرا پیش خانم حمیده رفته بودی، همت نیست؟ چرا امرا می قسم رویه میکنی؟ دشمنت خونستم. درست است مادر، طولانیش نمیسازیم، سر اصل موضوع میریم. خانم حمیده چی گفت؟ همراه ما گپ میزنه؟ فقط که تو او را نمیشناسی بچیم. او یک انسان مغرور از خود راضی است. فکر میکنی راضی میشه امرات گپ بزنه؟ باز اگه گپ بزنه چی خواهد شد؟ تو بالای او آدم کدام ثبوت پیش خود داری بچیم؟ با چند کلمه گپ تو فکر میکنی نامزدی را فست میکنن؟ اگه با گپ زدن میشد من تا با حال حلش میکردم. بازم عین گپا مادر، هیچ تغییر نکردین نه؟ مرا راحت بونین دیگه. خسته شدی مادر. امین امین. چی جریان داره سلطانه؟ هیچ. باییش گفتن و بچه تا از دست خواد دادی برات گفته باشم. بیبی نه رنگای خودت بالاخره سر راه خودت قرار گرفتن. وقتی را تکان میتیم بسیار مقبول خنده میکنه. در بغل ما هم خنده میکنی نه؟ البته که خنده میکنه. آل دیگه فهمیده که شما پدرش هستین. لازم به نتایجم نیست، از بویتان میفهمه که پدرش هستین. بچه بله منور چطور هستی؟ خوب هستم، شما؟ مام خوب هستم. پیشتر مادرم گفت آخر هفته محفل نامزدی ما برگزار میشه. میفهمم. بابام امروز مادرم گفت. پس من دیگه کم کم باید آمادگی ها را بگیرم. البته. بسیار تشکر توبراک.
فکر کردم به دیدنم نمیایی. بسیار پیش دق شدیم دختر. شب و روز در پیش چشمم هستی. شاید باور نکنی اگه میخوای قسم میخورم. مامم و تو چقدر مقبول شدی. یا هم از برکتی است که از او خانه بیرون شدی و به خانه خودتان رفتی. جنید ما به قصه کردن نامدیم. میفهمی که مادرم بسیار مریض است. میشه بگویی که کی به پلیس گزارش داده بود؟ کی باشد اگه جانم؟ پدرت. چی؟ پدرت به خاطر جدا ساختن ما ای کار کرده. یک دقیقه. تو خود مذاق نمی کنی. تو چطور قدر مطمئن بوده میتونی جنید؟ باور نکردی اما تو نیست. حدس میزدم که باور نمی کنی. اگه قهر نمیشیم از پدرتی توقع را نداشتم هوا. او نمیخواه پشت ما ریلا کنه. اما توی تشویش نکو هوا. اگه پادشاه هم بیایه تو را از ما جدا ساخته نمیتونه دختر. خب حالا بگو میخوایی چی کنی؟ یک دفعه از اینجا بیرون شوم باز یک چاره پیدا خواهد کردم. اگه گریه کرد برای چند لحظه بیرون ببرش، اما متوجه باشی که نفته. وقت رفتنم ایره در سرش بنداز. کوشش کو که از پیشت گشنه نمانه. درست است خانم توبراک. صبح بخیر توبراک. صبح بخیر. تو بیدار شدی؟ ها؟ صبح تو هم بخیر. توبراک توفیت برم رسید. بسیار مقبول بافتش. زنده باشی. اگه آماده هستی بریم. تا وقتی که ما پس میم گریه نکنی. درست از جان مادر؟ خدا که جمیله توران پیش تو امانت است. درست است شما تشویش نکنید. خوش آمدی. خوش باشی. دختر این چه قسم نامزدی ناگهانی است. هیچ نفهمیدم که تا اینجا چه قسم رسیدم. با اتاق بریم اونجا گپ میزنیم. درست است بریم. صبح بخیر. صبح بخیر. صبح بخیر سلما. حالا دیگه بیا. بیا. اون خانمی که همراه بیادرت بود کی بود؟ چقدر سفید و مقبول بود. او دایی توران است. چرا سلما؟ میره برایم نگویی که بین او دو نفر چیزی وجود نداره. نه او قسم نیست. راستش توبراک دختر خوبی است اما متأهل است. البته تا فعلا. امروز دوای طلاقش است. امر بیادرم اونجا رفتن. چقدر عجیب است نه؟ حتی او اجازه ایره داره از کسی که نمیخواد جدا شوه. اما بره بیبی با وجوده که همه چیز دارم در زندگیم هیچ کم بودیه ندارم اما آزادی ندارم. این قسم نگو منور. میفهمی چقدر دختر آرزو دارن که بجای تو باشن؟ وقتی کسی را دوست نداشته باشن با جواب رد دادنتان بازی موقف چی به درد میخوره؟ امین از اینجا رفت؟ اینا به خدافزیش است که بر ما روان کرده سلما. به خاطر که میترسیدم حتی از خاله سلطانه پرسیده نتانستم. ما بسیار ترسوستم سلما. جانه نترس. کل چیز بسیار خوب پیش خواهد رفت. مطمئن باش. هوا اونجا میایه؟ میایه. خواهر من تنها نمیمانه. پس اول خانه شما بریم و روم بگیریم. نه گفت که صبح یک جایی دیگه میره. بعدن کار خود خلاص کرده او به دادگاه خاتمت یوسف خان. فهمیدم درست است. یوسف خان در مورد پول وکیلم با هم گپ نزده بودیم. فعلا هم قدر پول پیشم است. باقیش بعدن براتون میپردازم. درست است توبراک ما پولش دادیم. ایره بگی. نه این قسم من راحت نمی باشم. بیازم شما به خاطر ما از کار بارتون پس ماندین. بیشتر از این براتون زحمت نمیتون. توبراک ما به اندازه کافی به تو زحمت دادیم. تو از بچه من مراقبت میکنی. تو بالای من بسیار حق داری. اگه حالا به خاطر گرفتن یه پول اصرار کنی خفه میشم. درست است؟ اما من این قسم نمیخواستم. میفهمم.
گفتم که مقبول ترینش بیادر عکسش گرفته آورد. دلیلش آمی بود که داخل اجازه نمیدادن. اما باور که هوا تو لایق بهترینایش هستی. باور که به تو بسیار میزیبه دختر. زنده باشی، بسیار تشکر. اما حالا من باید دیگه برم. امروز توپراک دادگاه داره. برات خود قبلا گفته بودم. اوا داخلی ما جلسه دادگاه دایر میشه. میگم اگه بیایی و شاهدی بتی که کلی کارا از پدرت بوده، این دعوای موضوعتر خلاص میشه. من چطوری کار کردم میتونم جانید؟ او پدرم است. اگه او پدرت باشه باز مام شوهر و اندیت هستم دختر. به هر صورت ناراحت نباش و به هر قیمت که شو ما یک چاره پیدا خود کردم. خود دیگه فهمیدم. باز گپ خود زدیم. شاید بیای مشاهدی بتم. با این میگه و جانم. بسیار ناوقت شده جانت، من باید برم. خداحافظ. حالا خانمم امرای مفیزینش میایم. به چیزی نیاز داری؟ در اینجا آب پیدا میشه. از طرز حلقم بیخی خشک شده. درست است، برات میارم. توپراک، بسیار ترسیدم. فکر کردم ناوقت میرسم. بیازمام امیال آمدیم. خواهر، موضوع بسیار میترسم. اینقدر ازش بدم آمده که تا نمیخوایم چهرهش ببینم. درست از خواهر، آرام باش. نیم ساعت بعد از این حیوان نجات پیدا خواهد کردی. بگی توپراک. خوش آمدی. خوش باشی. مدعی توبراک انگین، وکیل مدافع عثمان توران. مدعی صادق انگین، وکیل مدافع فاتح تسجو. بریم. آی چقدر جر زنگ میزنی. یک دقیقه آدم آرام نمیمونی به خدا. بله؟ خانم حمیده، من امین هستم. لطفاً پیش از قطع کردن گپ ما گوش کنین. بچه‌م تو از زندگی سیر شدی که قسم به من زنگ میزنی و مزاحم ما میشی؟ من باید همراهتان گپ بزنم. درست است، من خانه شما نمیایم. شما یک جای بگوین اونجا میبینیم. تو چی مشکل داری بچه‌م؟ من دوست تو هستم که در یک جای امروز قرار ملاقات بانم. از ما دور باش امین. به خاطر سلامتی خود از ما دور باش. این کاملا عقلش از دست داده. بسیار آدم بد است. همراهت بسیار بد رویه میکنم. منور دیگه به ساده نیست. اگه کدام عیبی داره از همیالی باید بفهمیم دختر جان. او آدم بد نیست. به نظر خودش بسیار با مهربانی رفتار میکنه. چی بفهمم؟ وقتی میخوایم چیزی بپرسم چی ریش تغییر میکنه؟ چی قسم بگویم دیگه سلما؟ وقتی یک نفر دوست نداشته باشیم خب امی قسم می باشه دیگه سلما. چی قسم پرسان کنم؟ میفهمم. ولی میخوای چی کنی؟ چی کنم دیگه؟ تحمل میکنم. حالا دیگه تیر از کمان خارج شده. رای برگشتم وجود نداره. منور. دخترم، خوش آمدی. خوش باشین خاله حمیده جان. چطور هستی؟ خوب هستم، بسیار تشکر. همین که منور برایم زنگ زد در ویده اینجا آمدم. گفتم شاید بتونم براش کمک کنم. زنده باشی. مادر جان میخواستین کدام چیزی بگوین؟
نه دخترم، چیزی مهمی نیست. شما با هم قصه کنین. اما براتان چای روان میکنم. خانم امیده، ما توران یک چند دقیقه بیرون میبرم. بچه قند مادر کلانش توران ما. شازاده ما، مقبولک ما. مادر کلانش قربانش شوه. دیشب آمدم خوابیده بودی، صبح آمدم بازم خوابیده بودی. جان ما، ثابت شد که تو وارث خانجی اغلو هستی. مادر کلانت میفهمید که میگفت که تو از خون خودم هستی. جمیله، پایین برو چای آماده کو. یگان چیز دگام آماده کو. در اتاق منور مهمان داریم. درست است خانم. مادر کلانت قربانت شوه. قربانت شوه. شک میکنم که چه غمی را سپری کردین. خداوند به هیچ کس داغ اولاد نشان نده. فکر و هوش انسان از پیشش میگیره. از این واقعه وقت زیادی سپری نشده. ببین دخترم، گپای شوهرت هم شنیدی. او هم از کارایش بسیار پشیمان است. هر دویتان نظر به مشکلاتی که سپری کردین فعلا در این مورد درست تصمیم گرفتن نمیتونید. از همین خاطر من فعلا در مورد این قضیه فیصله نمی کنم. بازم فکر کنین. به خودتان یک فرصت دگام بتین. عروسی کردن مشکل است. ادامه دادن زندگی از او مشکل تر. پیوندتان از بین نبرین. 3 ماه بعد شما را دوباره اینجا میخواهیم. سه ماه گفت خواهر، 3 ماه. درست است، توپراک آرام باش. باید کم دگام صبر کنی خواهر جان. عثمان، قاضی چرای قسم فیصله کرد؟ وقتی در مورد وفات طفلشان خبر شدی تصمیم گرفت. درست است عثمان. باز در دفتر گپ میزنیم. زنده باشی. دختره. حالا خوشیدی پدر. تو میخواستی که مرا فریبتی و زمینم ازم بگیری. اما خوب شد که چهره اصلی تو را بالاخره دیدم. لاودا گپ نزن صادق، از اینجا برو گم شو. هر کاری که میخواین انجام بدین. اوضاع طبق میل ما پیش میره یوسف خان. برو گم شو. خداحافظ. ایلوده چی میگفت توپراک؟ نه که تو هم از این مسئله زمین خبر داشتی؟ اگه از طلاق گرفتن منصرف میشدم با زمین شبانام ما میگه میخواست مرا با زمین خود بخره. این مسئله زمین چی است رمزی؟ بانن دیگه، میخواست قهرش سر من خالی کنه. مراد شما را تا خانه میرسانه. حالا بخیزین. بخیز خواهر جان. بریم مادر. تو خوب هستی دختره؟ مام همراهت بیایم؟ لازم نیست مادر. بیوزو خواهرم پیشم است. تشویش نکنین مادر جان، من همراهش هستم. هوش کنی که گریه نکنی. او به شرف ارزشش نداره. 3 ماه بعد باشه یا 5 ماه بالاخره نجات پیدا میکنی. هوا. خداحافظ. روزتان بخیر. با شما. پیش دخترها چیزی نپرسیدم. زود بگو که این مسئله زمین چی بود حالا؟ بانو دیگه خانم. یوسف خان، با خاطر همه چیز تشکر. طبق خواسته ما نشد، اما تو جگرخون نباش. هوا، میشه اینجا بیایی؟ میخوایی شب با غذا خوردن بریم؟ البته که میخوایم. پس درست است. شب ساعت 8 هتل خودمو. مطمئن هستی؟ چرا؟ کدام مانع وجود داره؟ یعنی بسیار بیروبار است در بین او قدر مردم؟ فرق نمیکنه. ما در قصه کسی نمی باشیم. درست است. ساعت 8 هتل میایم. منتظرت هستم.
دخترها را که به خانه رساندی به شرکت بیا. متوجه باش که اتفاقی نفته. خواهر ها یوسف خان چی گفت؟ گفت که متوجه تبراک باش. او را تنها نمان. نباید جگرخون شود. گفت که این قضیه به نفع او تمام خواهد شد. راستش دیروز می آمدم، اما وقتی یوسف گفت مهمان دارم باز گپ فهمیدم. یوسف خان زنده باشه در روزه اینجا زیاد میاد. خب مجرد از دیگه چی کنه کاکا رشید؟ باز نفری دفعه بیگانم نبوده، از شناسای خودمو بوده. بیبی محمد بچه، هم تو هم یوسف خان هر دویتان پیش ما کلان شدین. این کارایی که میکنین مربوط خودتان میشه. اما این دفعه یوسف خان نفری خوبی را انتخاب نکرده. هوام پیش ما کلان شده. او مثل دخترم است، اما با بهانه درس دادنی که به او نزدیک شد و ای که کارامیلا به او تحفه داد هیچ خوشم نامد. از ما گفتن بود. کارامیلا به او تحفه داد؟ اگه سیمم تمام شوه عمر طلاق نده؟ این امکان نداره خواهر جان. قاضی خب از شما را به هم نمیرسانه. ببینه که راضی نیستین فیصله میکنه. ما در مدت مجبور نیستم که به خانه او پس برم. اما تو نیست خواهر. نه خیر جانم، چرا مجبور باشی؟ من به او صادق احمق اعتماد ندارم. اگه اعصابش خراب شوه و باز سر تو دست بلند کنه کی جواب خواهد داد؟ باز تو راه خودداری. تو باید از او مراقبت کنی. چی شده؟ سر چی خنده میکنی؟ خواهر نتایج معاینات آماده، خبر شدی؟ واقعا؟ خب نتیجه چی بود؟ توران بچه یوسف خان است. جدی میگی خواهر؟ یوسف خانمی که خبر شد زود به اتاق ما آمد. بچم گفته تورانه در بغلش گرفت و ساعتا با هم ساتیری کردن خواهر. کاش که می بودی و می دیدی. پس ساعتا با هم دیگه ساتیری کردن؟ بله، پدر و بچه هستن دیگه. تورانه کسی دیگه نگاه کردن نمیتونه. من از تو مراقبت میکنم. انشالله خواهر جان. آی مراد، این خریدها در دست مامان اینا از کی است؟ از یوسف خان است. خانه میبرمشان. ایرام؟ بله، گفت که امروز حتما باید تیره بگیرم. وقت شما در دادگاه بودین رفتم گرفتم. برام نگویی که اینجا آمدی. نه خیر، هنوز نامدیم، اما فردا شب اونجا می باشم. خدا را شکر. بسیار چشم برایت هستم. راستی چشم برایم بستی؟ خب به هر صورت وقتی آمدم در این مورد گپ میزنیم. ازت یک خواهش دارم. شما فقط امر کنین. با سلطانه بگو اتاق مرا کم منظم کنه. درست است؟ درست است. بفرمایین. درست است یوسف خان. خواهر یوسف خان میخوای امرت گپ بزنه. خیرت باشه. بفرمایین بچه. سلطانه خاله، فردا شب دوست قدیمی ما میایه. گفتی قدیمی؟ ها، خانم آسیه را میگی؟ بدون کدام دوست قدیمی داریم. بیشتر زنگ زد و گفت سلطانه را بگو که اتاق مرا منظم کنه. درست است. تشویش نکن، اتاقش پاک میکنم. اما خدا کنه که کسی نفهمه، اگر قیامت برپا خواهد شد. اگر شما خاموش باشین کسی نخواهد فهمید. از برای خدا ما کدام گپ به کسی گفتیم یوسف خان؟ ما که قسم گفتم خاله جان. به هر صورت شما این کار انجام بدین خاله. درست است. افسوس به تو سلطانه. اگه تو بگویی یا نگویی من وقت شنیدم. پس آسیه میایه. عجیب است. اما از پودینه بعدش میایه دادان خانهش سبز میشه. راستی
تو دیشب خانه خواهرت رفته بودی؟ رفتم خانم. خب همراه بچیت گپ زدی؟ او میخواست چی برم بگویه؟ همراهش گپ زدم خانم. میخواسته که دست بوسیده ازت معذرت خواهی کنه. گفت که حق شما سرش باقی مانده، اگه بدونی بخشش خواستن برام بازش خوب نمیشه. من معذرت خواستنش کار ندارم، کافی است که چهرهش به من نشان نده. کم صبر کنین خانم حمیده. تمام پودینه دنیا که مار بعدش میایه در پیشوری خانه تان سبز خواد شد. باز ببینم که چی خواد کردین. این دخترای ما آمدن. خوب قصه کنین دخترا. چی شده دختریم؟ از اون مرد نجات پیدا کرده تانستی؟ نه خیلی خاله، قاضی گفت که تا 3 ماه باید منتظر باشیم. وای، او صادق پشت ما را به این آسانی اعلان نمیکنه. توبه توبه. خب دیگه من پیش توران میرم. درست از خواهر جان، من پیشت میایم. با شما بسیار خبرهای خوش دارم. بیاین بیاین بشینین. دختری جونید، نیکی کدام بیگناه را مقصر فکر میکنه؟ اوف، نپرسین، او موضوع را بانین لطفاً. زود شو بگو، به خدا دیگه تحمل شنیدن خبرهای بد ندارم. نمیفهمم چطور، اما او خبر شده که در این کار پدرم دست داشته. چطور هستی یلماز خان؟ خوب هستم خانم. من خوب هستم. اما تو هیچ خوب معلوم نمیشه چی شده؟ راستش خبره را که پیشتر شدیدم بیخی مزه دانه من خراب کرد. حالا اگه به تو بگویم تو هم قار خود شدی. چی گپ شده بگو برم. دوست تو دراز با یوسف زنگ زده بود که فردا شب اینجا میایه. من به شما نگفتم که دیگه نام او بی‌شرفه به زبانتان نیارین خانم حمیده؟ یعنی اگه برات نمیگفتم بهتر می بود یلماز خان. یوسف من از تمام کارایی بچه حمایت میکنم، اما قبول کردن نمیتونم که به او زن قدر روی میته. بسیار سرش قهر هستم، بسیار. یک دفعه از دست ی جونیت احمق خلاص شویم. قسم میخورم که خیرات میتون. تشویش نکنین خاله، یک چاره پیدا خود کردیم. من خب پدرم به اونا تسلیم نمیکنم. تو میخواستی یک چیز دیگه هم برم بگویی؟ خبر خوش است. یوسف مرا به نان امشب دعوت کرده. او هم در یک هتل. در بین قدر بیروار مردم تو را اونجا خواسته؟ کاملا درست شنیدین. شما حد زدن میتونین که چری کار کرد؟ نظر به شناخته که نسبت به یوسف خان دارم دختریم. دعوت کردن او با هتل. با خدا انسان حیران میمانه که او چطور قسم تغییر خورده. میشه بگوین که شما چرا همیشه فکرای منفی میکنین؟ ما هم نمیفهمم. گپ دراز نکو، واضح تر بگو. میخوای با ما پیشنهاد عروسی کنه؟ تو چی گفتی دختر؟ چیزی نه که شنیدین خاله. حتی یوسف برام انگشترم خریده. او با تو انگشترم خریده؟ ای چه تو امکان داره دختریم؟ چرا امکان نداشته باشه خاله؟ انگشتر دموترش دیدم. با باهوشی از مراد پرسیدم. گفت که یوسف خان اصرار کرده که امروز انگشتر خریده شوه. چی شد؟ چرا زبانتان بند شد خانم سلطانم؟ من براتان نگفته بودم نه؟ اگه فرار کنم بازم مرا شکار خواهد کرد. ببینین از من خواست که دوباره اینجا بیایم. وقتی نامدم پشت من گرفت. حالا مرا به غذا خوردن دعوت کرده. انگشترم خریده. خانم سلطانه، او فقط منتظر یک بلیم است. آفرین به تو دختریم. زحمات ما هدر نرفت. آفرین. تشکر دخترم. نوش جانتان. خیرت باشه کوکا. انشالله اتفاق بده نفتیم. برادر زاده، یک گپه که مرا ناراحت میسازه. از امی خاطر پیش تو آمدم خواستم برات بگویم. خیرت باشه انشالله. مشنوم. تو از محمد خواستی که رئیس اتحادیه فروشگاه شوه، اما تو نیست بچم. ما فهمیدم که شما چرا ناراحت هستین. وقتی این گپه به شما رساند. ما پدر او هستم یوسف. البته که مشکلاتش برای ما میگه بچم. شما راست میگن کاکا، اما این مشکل حساب نمیشه. ما فقط میخوایم که در بین ما سال بیایه. جان مو هم از خود خیالات آرزوها داره.
وقتی که فروشگاه برش ناگهان پیشنهاد کردی سرش بد خورده. میفهمم کاکا، میفهمم. او آرزوهای بزرگ داره، خیالاتش قابل قدر است، اما او نمیخواد همراه ما همکاری کنه. با خاطر پوره شدن آرزوهایش چقدر حمایتش کردیم، اما او چی کرد؟ همیشه برخلاف حرکت کرد. نام خانواده ما را مزنده نگاه کردیم. هر کس در زندگیش اشتباه میکنه بچیم. مثلا همیال خودت یک بچه نامشروع داری، اما ما هیچ صدای خود نمیکشیم. میفهمی چرا؟ به خاطر که ما یک خانواده هستیم. باید کمبودی های یکی دیگه خود بپوشانیم و پنهان کنیم. اگه تو دم اوردش قسم فکر کنی باز محمد هم در کارش مقصر شمردن همیشه. توبراک، اگه حال خوبتر شدی من دیگه میرم، درست است؟ با تشویش مادرم هستم، بیچاره نوش شفاخانه مرخص شده. درست است خواهر. تو هم خدای جگرخون نساز، درست است؟ اگه گپی شد باز برم زنگ بزن. درست است خواهر جان. با امید دیدار. خواهر امروز تو بسیار خوش معلوم میشه، اتفاق افتاده؟ نه تو فکر میکنی؟ نمیفهمم. خب دیگه من میرم، خداحافظ. خداحافظ. میبندم این دو چشم را، میبندم این دو چشم را، در این غروب سرد عشق، در این غروب سرد عشق. عکس‌ها چطور از شهردار صاحب؟ به خدا الحمدلله بیادر. راستش وقت با این کار شروع کردیم چندان مطمئن نبودم، اما حال امید موفق شدن دارم. زنده باشی. تو آمدی دخترم. توپراک چطور بود؟ خوب بود؟ خوب بود مادر جان، فقط کم جگرخون بود. صادقا، فقط که در 3 ماه کدام چیزی تغییر میکنه. چی گپایی که به ما نگفت احمق. مادر شما فهمیدین که موضوع زمینی که صادق در موردش گپ میزد چی بود؟ تمامش کارای او پدرت است. او خب برام چیزی نگفت، اما من خودم میفهمم. حتما به صادق گفته که تو زمینه بنامه ما بسازم، من توپراک راضی میسازم. وقتی او کار انجام داده نتونست، صادقم عصبانی شده. این لباس از کجا پیدا کردی؟ نه ای دست و نه برات. امشب یک وعده ملاقات دارم، از همین خاطر خواستم میره اتو کنم. آله بیا دیگه پورکو. فقط که از طرف روز 40 جلسه داشته باشی که از طرف شب میری. مردم پشت سرت گپ میزنن. مادر، اون نفر از استانبول میان، من براشون چی بگویم؟ بگویم از خاطر که مردم پشت ما گپ میزنن مادرم برام اجازه نمیده، نمیمونه که بیایم. همین قسم بگویم مادر، اگه فرصت از دست بدم شانس دیگه باقی نمیمونه. منو ببخشین، باید برم. درست است. اولی را بودوز بازو تو کو بپوش. چی گپا بزنین؟ کجاش کنده شده؟ آی خدا. نظرت چی است؟ هم بیرون میریم و هم غذا میخوریم و هم تشلیل میکنیم. کدام وقت دیگه میریم انشالله. از دیروز یک کار مونده بود، باید او را انجام بدم. درست است. هر قسمه که خواسته باشین. روز بخیر. روز بخیر. خسته نباشی دخترم. زنده باشین پدر. از صبح تا حاله وقت نشد که بپرسم. چی کردی؟ جونت احمق چی گفت؟ فهمیده که شما گزارش داده بودین. خب اما شکر که هنوز نمیفهمه که ما هم در او کار دست داشتم.
فکر میکنم شما به خاطر جدا ساختن ما این کار کردین. با هم کمی قسم فکر کنه. کسی که با مواد مخدر دستگیر شده، ما فقط از دختر خود حمایت کردیم. قدر قدرت نداره که بیایه و خانه ما رو بگیره. داخل امی ما دادگاه دایر میشه. از من خواست که شهادت بتم. میخوایم ما بگویم که شما این کار به خاطر جدا ساختن ما انجام دادین. اینو نگفتی که کدام امر دیگه هم داری؟ با هم کمی قسم دل خدا خوش کنه. تو خب پدر خدا نمه فروشی، اما تو نیست. پدر این گپ خود درست است، اما اگر من رفته شاهدی نتم او خبر شوه که دایی کار دست ما بوده، باز وقت چی خواد کردیم؟ کسی که او را زندانی ساخته تو هستی دخترم. به این مشکل هم یک چاره پیدا خواد کردیم. اول با که وقتش برسه. آی آمدم نگه میخوای دروازه رو میده کنی؟ چرا اینجا آمدی بچه؟ بله از خدا پیش از اینکه کسی تو رو ببینه برو. پس شوین مادر. اگه درباره خود فکر نمیکنی درباره من فکر کو. اگه کسی تو رو ببینه باز من از اینجا بیرون میکنه بچه. شما چی قسم یک مادر هستین؟ به خاطر چی قسم کارا را میکنین؟ موضوع زندگی منور است. او را با دستای خودتان بزرگ ساختین. پس چرا تو میکنین؟ مگه پای من کی گوش خواد کرد بچه؟ بی اگه تو هم دقیق فکر کنی باز میفهمی که کارت اشتباهه. بس است دیگه مادر، بس است. یا که خانم حمیده را اینجا میخواین یا خودم پیشش میرم. تا که گپ نزدیم از اینجا نمیرم. سلطانه اجازه بده که بچه داخل بیایه. ای به عذرخواهی نامده. بان ببینم که مشکلش چی است. بیا. ما به تنهایی گپ میزنیم. ما بیرون میرم. ده هتل می باشم. اگه کدام گپ شد برام زنگ بزن. درست است یوسف خان. به خدا هیچ حوصله ندارم بچه جان. ناق وقت مرا ضایع نکن، زود گپت بزن. بگو میشنوم. بگو نامزد منور چی کار کرده؟ یا گپ بزن یا که از اینجا برو. او قبلا هم ازدواج کرده. دایی دیگه چی گپ است؟ سابق ازدواج کرده. حالا خب متعیل نیست. من خدا هیچ مشکل نمیبینم. خب شما میفهمین که خانمش مرده؟ یا بهتر بگویم که به قتل رسیده. شما خبر داشتین؟ اما با زمان از یکی دیگه خود هیچ منصرف نشدن. در پیش چشمای ما چه اتفاقات رخ میده اما ما نمیبینیم. چرا نمیگی که لیلی و مجنون شکست دادن؟ خب فهمیدن که کی گزارش داده بود؟ اما شبی که دکان تلاشی کردن اونا با هم قرار ملاقاتشون بیادر. خدا فضل کرد که دختر کمی ناوقت رسید. تو مطمئن هستی عادل؟ اگر حال بچه در زندان مردانه و دختر در زندان زنانه می بود باور کو بیادر. وقت داری نه؟ که با هم یک چه برشیم. به خدا کلتان از احمقا کم نیستین.
یک دختر کلتون با انگشتای خود میرقصانه. خوش آمدین. راستش من باید کدام طرف برم؟ خوب پیش برین خانم. باز پیش رویتان یک رستورانت میایه. بسیار زیاد تشکر. خواهش میکنم. خوش آمدین خانم محترم. میز به نام کی رزرو شده؟ یوسف خانجی اغلو. این طرف بفرمایید خانم. تشکر. یوسف خان هنوز نامدن؟ بله خانم آمدن، همینجا هستن. شما بفرمایید، من یک دفعه میبینم. بسیار تشکر. خواهش میکنم. یوسف خان منتظر شماست خانم. خوش آمدی. تو مرا چی فکر کردی یوسف خانجی اغلو؟ تو چطور جرأت کردی که این کارا کنی؟ آدم احمق. بسیار جای مقبول است. من قبلا اینجا آمده بودم. کاروبار چطور پیش میره؟ مصروف هستیم آقا محمد. تمام اتاقای ما پر است. تا اول جنوری هم قسم ادامه داره. خوب است. خوب است. عالی است. تو دخترم میشناسی؟ نه خیر، اما اگه اشتباه نکنم مهمان یوسف خان بود. همین چند دقیقه پیش بالا رفت. چقدر زود پس آمد. از راه رفتنش معلوم میشه که اتفاق بدی رخ داده. خود دیگه خسته نباشی. زنده باشین. هوا؟ چی میگی؟ صبر کن که من برسونمت. لازم نیست.
امین میخواست به شما چی بگویم؟ اون موضوع مهم چی بود که قدر اصرار میکرد؟ یعنی تو هیچ خبر نداری؟ راستش مام امیره میفهمیدم که میخواست از تان معذرت بخوایا، اما قدر دیر که دو اتاق بودین به تشویش شدم. تو فکر میکنی که من اقا به عقل هستم سلطانه؟ خواهش میکنم خانم، این چی گپ است؟ من مشکل بچه تو را میفهمم، اما فریب او را نمیخورم. حتی اگه بچیت خود بکشم این نامزادی نخواد شد. به امین گفتم سلطانه، بیبی به تو هم میگم اگه بازم ای قسم بیادبی کده بخواه که در مقابل ما بیایه باز وقت ای قضیه را به یلماز خان واگذار میکنم. باز او میفهمه که چه قسم قضیه را حل بسازه. اگه دیگه بار ای کار کرد باز از ما هیچ کدام گلی نداشته باشین. گپ مفهومیدی سلطانه؟ خانم امیده، میز غذا را آماده کردین؟ آماده است. مراد اینا را آورد خانم. اینا چیست؟ راستش ندیدیم که چی است. مراد گفت که اینا را یوسف خان به شما روان کرده. فهمیدم. حتما انگشتر مرا جور کرده. بله، بسیار مقبول شده. زنی ایورم به خاطر به دست آوردن این انگشتر خدا کشت، اما وقت خوشویم فوت میکرد ایره به ما به قسم یادگار داد. چطور است؟ به خدا به شما بسیار میزیبه خانم. نگینش افتیده بود، بسیار جگرخون بودم. به هر صورت انشالله که دیگه نگینش نفته. خواهر دیدی که نگین انگشترش چقدر کلان بود؟ یک عمرم که کار کنیم نمیتونیم مثل انگشتر بخریم. دختر جان گپ زیاد است اما کارم زیاد است، اما تو نیست؟ این گپا فقط ما را جگرخون میسازه. بگینا را ببر. جواب بده دختر، عصبانیم نکو، جواب بده. خانه میریم یوسف خان؟ نه مراد، هنوز کار آمده اینجا باقی مانده. تو غذا بخور لذت ببر، پس آنتر با هم میریم. زنده باشین، هر قسم که شما بخواین. هوا را وقت برآمدن دیدی؟ بله دیدمش. برش گفتم که تا خانه برسانمت، اما گفت لازم نیست. او را کمی عصبانی ساختم. حالا باید دلش به دست بیارم. آمدم یلماز خان. اولادا کجاستن خانم؟ گوش نشدیم. یوسف در بیرون غذا میخوره. محمدم از ما پرسان نکو. 2 روز میشه که او را ندیدیم. خب پس حسن کجاست؟ نمیفهمم. حتما هنوز خانه نامده. رمضان خلاص شد، بخیلم قسمش شکستانده. نه جانم، ای چی گپ است؟ ناگناهیش نگیریم بعد است. یلماز خان، تو حال گپ حسن نبان. پیش ازی که منور بیایه ازت یک چیز میپرسم. ای داماد ما از خانم قبلیش چرا جدا شده؟ در این مورد هیچ گپ نزدین؟ ازش جدا نشده، او بیچاره فوت کرده. راستی؟ زن بیچاره او مریض بوده؟ نمیفهمم دیگه، به ما فقط گفت که فوت کرده. به خاطر که غمای شب یادش نیاره مام دیگه چیزی زیاد ازش نپرسیدم. تو چرا ایگه پرسیدی؟ خیرت است؟ نه چیزی نه، فقط از روی کنجکاوی. پنار، دختر منور صدا کن. آمده مادر جان. مادر جان چی شده؟ اتفاق افتیده؟ نه دخترم در چرت رفته بودم. کافی دخترم. قدم زدم بس هست دیگه بچم، خسته شدی؟ بیا بشی یک لقمه نان بخور. گشنه نیستم خاله. چطور گشنه نیستی؟ ساعت چند بجه شده؟ خاله دلم نمیشه. تو میخوای چی کنی بچم؟ شب و روز خواب نداری و یک لقمه نانم نمیخوری. یک قسم خواه از بین خاط رفتی. چی شده؟ تو خب غذا خوردن رفته بودی؟ اونا من استخدام نکردن مادر. اما چرا دخترم؟ به خاطری که اونا از کار من راضی نبودن. حالا فهمیدین؟
توبه دقیقش نباش دیگه جای وظیفه خواد گرفتی. بیا بامیه پخته کردیم. تو خوش داری دختره. من نمیخورم. کارامل دیگه از تو است. ای دیگه اسب خودت است. یعنی میخوایی اسبت به من توفه بدی؟ یوسف خان منتظر شماستن. هنوز بیدار نشدن؟ ما منتظر هستم که چی وقت بیدار میشه. آفرین دختریم. تو متوجه اینجا باش. ما یک دفعه خانه خواهرم رفته زود پس میم. درست است خواهر. خوب دیگه من میرم. مادر خودت باید این موضوع رو حل کنی. اگه تام نتونی کار انجام بدی باز من خودم میفهم که چی کنم. درست است. تشویش نکن. تو همینجا منتظر باش. درست است. شب بخیر دخترم. شب شما هم بخیر. اگه خانم امیده وقت داشته باشه میخوایم ببینیمش. درست است. شما داخل بفرمایید. من میرم صدایشان میکنم. شما را نشناختم خانم. من مادر صادق هستم. یعنی خوشوی توپراک. حالا شناختم. خوب بفرمایین. مرا ببخشین که دی وقت شب مزاحمتان شدم، اما با من دیگه چاره نمانده بود. خانم امیده، شما خوب و بد زندگی را از من قدر خوبتر میفهمین. از این خاطر از شما کمک میخوایم. خانم، بچیم خانمش بسیار دوست داره. قاضیا میگه به فهمیده و برشان یک فرصت دیگه داده. اما بسیار وقت میشه که توپراک در خانه شماست. به همین خاطر اونا نمیتونن با هم گپ بزنن و من نمیفهم که فرصت چطور برشان فراهم کنم. من تحمل کردن نمیتونم که در پیش چشمایم زندگی بچیم تباه شوه. میفهمین که چی میگم؟ اگه از هم جدا شون باز گناهشان به گردن ما مفته. حتما از اول ای پیوندی اونا زیاد مستحکم نبوده که حال قسم ناراحت هستن و از هم جدا میشن. بله حق با شماست. درست است که در زندگی اونا اتفاقات بد رخ داده، اما کسی نبود که اونا را بفهمانه.
شما یک مادر هستین، مرا درک کردن میتونین. یک مادر تحمل کردن نمیتونه که زندگی بچیش در مقابل چشماش تباه شود. ما باید یک کار کنیم، باید به اونا یک شانس دیگه بدیم، اونا را با هم دیگه نزدیک بسازیم. خواهش من این است که اگه اجازه بدین توپراک از طرف شب خانه خود ما باشه. دختر احمق، بیعقل هستی. بالاخره فهمیدی که چی مقصد داشت. احمق. میشه که کمی با هم گپ بزنیم توپراک؟ بیشی دخترم بیشی. چی گپ هست؟ خبر شدیم که امروز دادگاه داشتین. قاضیان فیصله را به تعویق انداخته. خواسته که به شما یک فرصت دیگه بده ها؟ متاسفانه همه قسم است. حال چی میکنی؟ با ما همه چیز تمام شده. شانس دوم معنی نداره. مطمئن هستی؟ مطمئن هستم. اما بیبی توپراک دخترم، ما تو را اینجا آوردیم دخترم. تو از خانه و کاشانی دور موندی. اگه ما باعث جداییتون شده باشیم با جگرخون میشیم. تو نمیخوایی که امروز شوهرت یک دفعه دگام گپ بزنی؟ نه خانم حمیده، صادق بر ما دگه مرده. ای قسم خو نمیشه دخترم. باز مردم خود گفتن که خانجی اوغلوها او دختر خانه خود آوردن و دختران به خاطر اونا از شوهر خود جدا شد. فکر خود کردن که ما اجازه نمیتیم پیشش بری. چند دقیقه پیش خوشویت اینجا آمده بود. میفهمی که در ای باره چی نظر دارم؟ دلت که به توران شیر میمونی یا هر کاری که میکنی بعد از دیگه از طرف شب خانه خود برو دخترم، فهمیدی؟ گل ما بچگه که یک دانه ما. چرا موبایلت جواب نمیدادی؟ نشنیدم. انگشتر را برات داد یا نه؟ تو به این امید بودی که نامزد یوسف خان میشی ها؟ او انگشتر را که تو دیده بودی او انگشتر از خانم حمیده بود دختر. میفهمی چی است خاله؟ او فقط میخواست از من سوء استفاده کنه. خوب شد زود فهمیدم. در حالی که من خواب عروسی را امرای خان صاحب میدیدم او مرا به اتاق اوتر خواست. بسیار کثیف است. ما خواست از اول برات گفته بودم در دام انداختن آدمه مثل یوسف کار آسان نیست، اما تو گوش نکردی به خاطر که کاملا هوایی شده بودی. خاله لطفا امشب سر مخه گپ نزنین. وقتی کنجا رفتی چی گفتی؟ وقتی اونجا رفتم گفتم تو مرا چی فکر کردی؟ یک سری در روی زدم و زود برآمدم. چی؟ شنیدین خاله دیگه پرسان نکنین. دختر تو هیچ عقل نداری به خدا. به جایی که برش میگفتی ما باز چی تو نیستم میخوایم خانم آینده تو باشم مورا بسیلی زدی. بسیار کار بد کردی. حال دیگه کل چیز تمام شد. تو احمق اصیلی را برای یوسف خان جغلو نزدی دختر جان. به بخت و آینده خودت زدی.
بله کیهان، ببخشید ای وقت شب مزاحم شدم، اما میشه که فردا صبح یک دفعه پیشت بیایم؟ البته بیادر، خیرت باشه. یک موضوع است که برای ما جنجال جور کرده. میشه خبرایی که در این موضوع در روزنامه چاپ شده پیدا کنین برام؟ البته که پیدا میکنم. نه که تو میخوای حقوق دانم شوی. نه بیادر، از روی کنجکاوی است. راستش تو با مده این مورد کدام ثبوت پیدا کرده میتونی؟ بسیار مهم است. خیریت باشه بیادر، چی شده؟ فردا که پیش آمدم میگم، یک موضوع بسیار مهم است. ما حتما در این مورد باید معلومات به دست بیارم. در غیر از او زندگی او بیچاره در خطر است. پس درست است، تو فردا اینجا بیا باز گپ میزنم. درست است بیادر، زنده باشی. من فردا صبح حتما پیشت میایم بیادر. خداحافظ. درست است، خداحافظ. تو چطور دانستی همراه او قدر زشت رویه کنی دختر؟ حال دیگه او طرفت سلام نمیکنه. من چی میکردم خاله؟ برش میگفتم که به خاطرت میمرم و خدا به او آدم پس تسلیم میکردم. منظور شما همی هست؟ تو با این غروری که داری مطمئن باش به هیچ جای نمیرسی. آفرین دختر، به خاطر فهماندن او 1000 قسم راه دیگه وجود داشت. اما تو قدر عقل از کجا پیدا کنی؟ مثل تل شعله‌ور میشی و متوجه موضوع نیستی که ای آتشی که افروختی بالاخره خودت هم یک روز خواهد سوختاند. خاله، مرا ببخشین، اما من مثل شما این قسم بازی‌ها را یاد ندارم. اعصاب من خراب ساخت. دیگه چی میکردم؟ نو باش، فقط درباره مغلوب شدن فکر کن دختر جان. چقدر کوشش کردی که با اون نزدیک شوی؟ به خاطر که بتانی توجه او را به خود جلب کنی، چی کارهایی که نکردی و چی زحمتایی که نکشیدی. وقتی که تو را به اتاق خود خواسته بود، با یک ناز و نزاکت میگفتی که تو قلب مرا شکستاندی یوسف خان. باز او وقت او بچه از کارش بسیار شرمنده شده، از خجالت زیاده زمین آب میشه دختریم. بعد انو کوشش میکرد که به تو بیشتر از قبل نزدیکتر شوه. به خاطری که تو را مثل دیگه دخترها فکر کرده بود بسیار پشیمان میشد، اما تو را به سیلی زدی. دختریم، مردا دخترای متواضع را خوش دارن، نه دخترای مغروره. درست میگین، بسیار به هم نزدیک شده بودیم. چه فایده هوا؟ حالا دیگه کل چیز خراب کردی. کس که گپای کلانا را نشنوه به هیچ جای نمیرسه، فهمیدی؟ مثل تو. خاله، بسیار عصبانی شده باشه. نه جانم، چرا باید عصبانی باشه؟ باز پرسانه میکنی دختریم. تو چه فکر میکنی ای کارایت بدل نخواد گرفت؟ خاله جان، میشه کمی پرس و پال کنین؟ وقتی دیدینش در مورد ما گپ بزنین، از دانش گپ بگیرین. ها؟ این قسم فهمیده میتونین که عصبانی تو سیانی. کل چیزا خراب کو، باز ما دوباره آبادش کنم. همه ترست. لطفاً خاله، از شما چی کم میشه؟ او را از کلگی کده بیشتر شما میشناسین. بالاخره گپ فهمیدی. کم ناوقت شده اما فهمیدی. چیری معصومانه را به خود نگی. من کوشش میکنم، اما تو هم باید گپ مرا بشنوی. اگه کدام راهی دیگه به حل این موضوع وجود داشته باشه، باز من کوشش خودم میکنم. فهمیدی دختر؟ فهمیدم. قبول میدم. اما شما هم کوشش کنین که بفهمین عصبانی است یا نه. درست است. ای جای نشانی خاله. تاوانی کارش بسیار سنگین خواد پرداخت. باید منتظر او روز باشیم. بفرمایین آقا حسن. کدام چیز دگام میخوایی؟ به من نوشیدنی بیار. لطفا ننوشین. یلماز خان در پایین هستن. من از تو اجازه نخواستم دختر جان، تو فقط برو و بیار.
باز نوشیدن شروع کردی پدر؟ کاکایم نبینه. برام هیچ مهم نیست. او باید به شرمه که کلان آدم مجبور میسازه که ای کارهای پنهان انجام بده. تو هم دیگه دقیقه کسی نیستی. من دقیقه دنیا نیستم بچیم. بازو دیگه چی است؟ راستش اگه نناشم وضعیتم خراب میشه. بفرمایید. زنده باشی دخترم. شما چیزی میخواین براتون بیارم آقا محمد؟ نه زنده باشی. خب بگو که تو چی کردی؟ کارا چطور پیش میره؟ عکس آماده است. تا فردا شب در تمام شهر نصب میشه. ببینم وقتی یوسف خان در جای عکسای مرا ببینه چی خواد گفت. او فکر میکنه که تو مصروف شدی. فکر میکنه در این کارا زیاد کوشش کردی اما حمایت نشدی. باز پوشش اعلام میکنی. فردا شبیر خواد فهمید که من از عهده هر کار برآمده میتونم. هرچند یا آخر پشت یک کار دیگه هستم. خیرت باشه. برات خود گفته بودم که یوسف هوا را زیر بال خود گرفته پدر. خب فکر میکنم میخوای او را فریب بده. این اولین کار خلاف یوسف نیست بچیم. با ما چی؟ یک قسم نگو پدر. این با دیگه مشقایش فرق میکنه. چشمش باز است. پشت ثروتش گرفته. اما ما هم پشت او دختره گرفتیم. اقدر زحمت های ما با خاک یکسان شد. یه دفعه برم امینه ببینم. بچم میخواستی خو کنی؟ آه بچم آه، هر چی که در دلت بود با خانم حمیده گفتی همه تا نیست؟ بله. خب چی تغییر کرد؟ هیچ چیزه. به خاطر که او هیچ وقت به گپای ما گوش نمیکنه و ارزش نمیده. او ما را هیچ وقت آدم حساب نمیکنه. ما میفهم که چطور قناعت بده مادر. خادیدین که چطور مانی نامزادیش میشه. تو میخوای چی کنی؟ ثابت میکنم. ای که وکیل چه قسم یک آدم از وکالگی نشان میده. فقط صبر کنین. علی جان ببخشی که دیگه وقت شب مزاحمت شدم. ایچی گپ پس یوسف خان، خواهش میکنم. بفرمایین. بیعقلستی هوا، بیعقلستی. نه خوشم نامد. یوسف خان یک عطر دگام ده یا آخر مود شده. یک دفعه او را امتحان کنین. بته که ببینم. نه ایام خوشم نامد علی. شما بگوین چه قسم عطر میخواین. باز ما براتانم قسم عطر میتونم. بویش سنگین باشه، شیرین باشه یا که بوی گل باشه. ها بوی گل داشته باشه. عطر گل یاسمین داری یا نه؟ البته که دارم. براتان میتونم. بته که ببینم.
اینجا بزن. درست است، امیره میگیرم. بفرمایید یوسف خان. مراد، کل چیز دیگه نوشته کردیم. امروز حلشان کن، درست است؟ درست است یوسف خان. صبح بخیر بچیم. صبح بخیر خاله. خوب هستی انشالله؟ خوب هستم، زنده باشی. هوادای گل صبحی رو پخته کرده. ما هم برت آوردم به خاطر که تو زیاد خوش داری. حالا بر چایم روان میکنم. نوش جان کن. زنده باشی خاله. بله خاله، همراه یوسف گپ زدین. سر ما بسیار قار است. صبر کو. اینقدر هیجان زیاد با آدم هیچ خوب نیست. وقت مذاق نیست، زود باشین بگوین لطفا. زیاد جگرخون نباش. یوسف و قدرم سرت قار نیست. جدی؟ یعنی که سر ما قار نشده؟ نمیفهمم، یا که هیچ قار نشده یا که زیاد قار شده. قسم رویه میکنه که هیچ گپ نشده. آرزو میکنم که گپ اولتان درست باشه خاله. صبح بخیر آقا رمزی، هوا خانه است؟ صبح بخیر، بفرما بیشی. هوا مهمان داری؟ بله پدر. صبح بخیر. صبح بخیر مراد، خوش آمدی، خیرت باشه. من دیگه استاستم میرم. با مادرتون بگوی. درست است پدر. خیرت باشه مراد، چطور که اینجا آمدی؟ ایره یوسف خان روان کردن. خب ای چی است؟ عطر گل یاسمین. من دیگه میرم. زنده باشی مراد. بله خاله، قار نشده، هیچ قار نشده خاله.
دختر چی گپ شده؟ اول آرام باش، باز برم بگو که چی شده. پسر مراد آمده بود. خاله یوسف به خاطر مزرعت خواهی یک عطر روان کرده بود و عطر گل یاسمین. خب تو چی کردی؟ عطر را گرفتی؟ البته که گرفتم. چی میکردم دیگه؟ زود برش پس بده. اما چرا خاله؟ اشتباهشو درک کردنی؟ خوب گپ است. اگه یک بام کار کنم این قسم عطر خریدن نمیتونستم نی؟ هوا با این کارت مرا عصبانی نساز. وقت میگم پس بده دیگه. دیروز چی گفته بودی ها؟ نگفتی که هر گپ ما قبول میکنی؟ درست است خاله. گوش کو چی میگم. بعد از هر چیزی که روان میکنه همون لحظه تو برش پس روان میکنی. گپ ما فهمیدی؟ فهمیدم. درست است. مراد ایره پس بگی برش بتی. چرا نیک خوشتان نامد؟ نمیخوایم. اما یوسف خان جگرخون میشه. این دیگه مشکل خودش است. کاری را که میگم بکن. درست است. نه وقت آمدم همه تو نیست؟ درست سر وقت آمدی. بسیار پرشدق شده بودم. ما هم همه تو. یک دانه همیش عزیز من. بیاین که دموتر بشینیم، هوا بسیار سرد است. شما بارین من میگیرم. بله خاله. چی کردی؟ او را برش پس دادی؟ بله پس دادمش. زنگ زدین که مطمئن شوین. فکایی برم نگو، گپ مرا خوب گوش کن. باید قدر و قیمت بالا ببری دختر. یک عطر چی از ارزش نداره. ببینم وقت او ببینه پس روان کردی چی میکنه. هرچند حال صداش نمیبرایه، کمی مصروف است. چی کار داره؟ با خاطر گرفتن آسیا به میدان هوایی رفته. آسیا دیگه کی است؟ بطول رفت. حال آسیا اینجا میایه خالت چطور؟ مادرتشان از آمدنم خبر دارن؟ آها کالاشان خبر دارن. هیچ تعجب نکردم. بیادرم چطور است؟ خوب است؟ خوب است. سر حال است. و او شادخت یک دانیم چی؟ شادخت یک دانیتم خوب است. اگه از مادرم پرسان کنی او هم خوب است. دایی خوشک نیست. دی روزا بسیار مصروف است. شادخت یک دانیتم روز یک شنبه نامزد میشه. یعنی درباره خواستگاریش گفته بود، اما فکر نمیکردم قدر زود نامزدی شوه. بله کم عجله کردیم. خودت چطور هستی؟ خوب هستم من خوب هستم. کاملا خوب هستم. زنده باشی. بله از برق چشمایت معلوم میشه. دفعه قبل که دیده بودم چشمایت کاملا سیاه بود. اگه فقط جارو کنی باز کل جای همه قسم لکه لکه میشه. اول صافی کو باز جارو کو. فهمیدی؟ خسته نباشی. خالم میخوایم یک گپ برات بگویم. جمیله با من یک گلاس آب بیار زود شو. خاله دیروز خوشوییم آمده بود. چی وقت؟ من چرا ندیدمش؟ ها پیش مادرشان رفته بودم. همون وقت آمده بود نه توپراک؟ نمیفهمم دیگه. آمد امرای خانم میده گپ زد.
باز خانم امیدام برام گفت که بعد از طرف شو باید خانه خود برم. تو برش نگفتی که نمیخوای بری؟ نگفتی که صادق نمیخوایم؟ چطور برش نگفتم خاله، اما وقت اصرار کرد باز دیگه چیزی گفتن نتونستم. توبه این مشکل دیگه از کجا شد؟ خاله باور کنین من نمیخوایم، پس با او خانه برم. یک بار شما همراهش گپ بزنین. من همراه خانم حمیده گپ میزنم، تو تشویش نکن، یک چاره پیدا میکنم. زنده باشی خاله. سلام. خوش آمدین خانم آسیه. خوش باشی. های. اونجا رفتی مراد؟ پس آوردمش یوسف خان. نگه قبول نکرد؟ گفت که نمیخوای، از این خاطر پس آوردمش. سعیس زنده باشی. تو به شرکت برو، من اینجا هستم. درست است یوسف خان. اما جان اینا را داخل ببرم؟ فعلا اونا را بان، من یک قهوه آماده میکنم. باز برام درباره دختری بگو که توفیت قبول نکده. شما از هیچ چیز بخبر نیستین. اما توبه بله. اوه صبح شما هم بخیر آقای محترم. چطور هستین؟ انشالله که خوب باشه. زنده باشی. اما تو کی هستی؟ ای به ایمان است که قدر زود مرا فراموش کردی خسر. رفت آمد که نباشه اما قسم میشه دیگه. تو دیگه از کجا پیدا شدی؟ چرا؟ فکر میکنی که مرا زندانی ساختی دیگه هیچ وقت مرا دیده نمیتونی؟ به خاطر چی زنگ زدی؟ یک شنبه روز ملاقات است. یک دفعه اینجا بیا، کمه با هم قصه میکنیم. نمیایم. من از خود کار بار دارم، هیچ وقت ندارم. دیگه برم زنگم نزن. من میفهمم که شما را چه قسم اینجا بیارم. متوجه باش داغ است. زنده باشی اما جان. راستی اگه غلط فکر نکنم تو میخوایی دختره امتحان کنی؟ ما بسیار فریب خوردیم اما حالا میخوایم یک دختر خوب پیدا کنم. عشق دیگه خوب و بد نداره، همون تو نیست؟ مشکل ما عشق خوب و بد نیست اما تا امروز همگی یوسف خانجی اغلو را دوست داشته. اگر کسی واقعا خود ما دوست داشته باشه، در مشکلات در کنارم استاد باشه، باز وقت از پشتش در آتشم خاط رفتم. خوب است. اگه در این امتحان کامیاب نشه چی؟ دفعه اول خونیست. اگه کامیاب شد چی؟ باز میخوایم همراهش زندگی کنم. چی شد خاله؟ او چی گفت؟ دخترم میگه که تو باید اونجا بری. من خانم حمیده رو میشناسم، وقتی یک تصمیم گرفت باز ازش منصرف نمیشه. خوب نمیخواد که خانه تو از بین بره، باید تو کار کنی دیگه. یعنی دیگه کدام راهی نداره؟ به نظر من هیچ کدام راهی نداره. حالا دیگه تو باید تو اونجا بری دخترم، چاره نداریم. درست است خاله، چی کنم دیگه؟ هیچ خوب نشد، هیچ. پاکت واز کده؟ یا ایره ناچیز فکر کده؟ یا خوشش نامده؟ یا بالای تو بسیار قار است؟ تو در باره چی فکر میکنی؟
اگر پاکت باز نمیکرد شاید فهمیده میتونستیم. آی اینقدر منفی فکر نکن. پس دیگه باید بالاش فشار بیاریم. صبر کنین. ما براش یک تحفه میفرستم شاید رد کردن نتونه. آی یوسف، اگر نمیفهمیدم سرت چی تیر شده واقعا سرت قار میشدم. حالی هم زیاد از این کارایت خوش نیستم. باید متوجه باشی از قدیم گفتن پروانه به طرف آتش میره و تا که نسوزه به عشق آتش باور نمیکنه. تو هم کاملا همین قسم شدی. راست میگی نما جان، اما ما واقعا از فریبکاری خسته شدیم. درست است، قبول میکنم قلبت بارها شکسته، اما تو هم اگه کسی را که واقعا دوست داره رنج بدی چطور؟ یک عشق واقعی نباید با دروغ گفتن شروع شوه یوسف. اگه او دختری را فهمیده باشه، درک کرده باشه، بعد از او فکر میکنی سر تو اعتماد خواد کرد؟ ها؟ باز وقت به خاطر که مرا ببخشه هر کاری که ازم بیا انجام میدم، اما اگه قسم نباشه باز باید از امی اول بفهمم. اما